اگر شما هم از زخم معده رنج میبرید، این تکنیک های عالی را حتما به کار ببرید. ابتدا میپردازیم به پرهیزات غذایی. پرهیز کامل از سردیجات مثل دوغ، ماست، ترشی، آب سرد، گوجه، خیار و نوشابه. برای مداوا و کمتر شدن علائم زخم معده این موارد را انجام دهید. مزه کردن کمی نمک طبیعی قبل و بعد از غذا. 1 قاشق غذاخوری بابونه، 1 قاشق غذاخوری شنبلیله و 1 عدد انجیر را با 1.5 لیوان آب بجوشانید تا 1 لیوان آن باقی بماند. بعد صاف کنید و با کمی نبات شیرین کرده و هر شب 1 لیوان میل کنید. آبجو طبی روزی 1 لیوان میل شود. مصرف 1 غذای خوشمزه به نام شیر برنج که برای این افراد عالی است. بعد از هر وعده غذا 2 قاشق روغن بادام شیرین میل کنید و تا 2 ساعت چیزی میل نشود. 1 قاشق مرباخوری عسل با 7 عدد سیاهدانه صبح ناشتا میل کنید و میوه خام هم مصرف نکنید. بسیار سپاسگزارم از اینکه تا اینجا من رو همراهی کردید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو برای دوستانتون هم ارسال کنید. زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع بشید.